9 بازیکن دیگه در قالب گروه دوم به تمرینات تیم ملی والیبال پیوستند. چهره‌های آشنا، بازیکنان با تجربه تر که 3-4 روزی هست زیر نظر کولاکوویچ تمرین میکنن. گروه دوم استراحت خوبی داشتن و از نظر روحی در شرایط بهتری قرار دارن، اما از نظر جسمانی به خاطر دوری از تمرین به مرور به شرایط قبلی برمیگردن. تمرکز ما در تمرینات بر روی حرکات تکنیکی و پرش هاست. تمرینات پرفشار که برای تعدادی از بازیکنان چالش برانگیزه، مثل مصدومیت کوچیک موسوی که دکتر گفته چیز خاصی نیست. اگه گروه اول میموندیم به نفعمون بود، چون واقعا فشار تمرینات خیلی سنگینه. ما استراحتون نزدیکای 3-4-5 روز شد. اخلاق و نظم کولاکوویچ به تمرین ملی پوشان سر و شکل خاصی داده. ایشون یه مربی صاحب نامی هستن، چندین سال مربی تیم ملی صربستان بودن و نتایج خیلی خوبی هم با اون تیم گرفتن و نظم خیلی خوبی تمرینات و چیزای دور و بر تیم برخوردار هستش و همه چیز سر جای خودش. آیا والیبال با کولاکوویچ، این سرمربی منضبط، به روند رشد خودش سرعت خواهد بخشید؟ انشالله امسال دیگه من فکر کنم اوج پیشرفتمون میشه دیگه پسرفتمون دیگه تمام شد. و بازیکنانی که از حضورشون در اردوی تیم ملی اهداف بزرگی رو دنبال میکنن. تو پست خودم به شخص دریافت کنندم 6 هفته بازیکن خیلی خوب هست و انشالله که بتونیم با عملکرد خوبمون رضایت آقای کولاکوویچ به دست بیاریم. بتونم اینجا کمک کنم و باشم. حالا دیگه دست اول خودمونه، بعدش هم خدا دیگه. ملی پوشان والیبال خودشون رو برای حضور در لیگ جهانی آماده میکنن تا با تیم‌های بزرگی مثل صربستان، ایتالیا و لهستان رقابت کنن. تیم ملی والیبال کشورمون پس از تمرینات 3 مسابقه تدارکاتی تا رقابت‌های لیگ جهانی خواهد داشت. این 3 مسابقه برابر تیم‌های اسلوونی، لهستان و مونتنگرو برگزار خواهد شد. رضا نیک‌آدم‌منش، خبرگزاری صدا و سیما.